اکنون امروز یکی از اخلاقهای رذیله که ما صحبت میکنیم این کدام اخلاقه؟ همین زبان. این چه اخلاقه؟ دروغ. همین اخلاق رذیله که آدم شرمنده میکنه زبان چی بده؟ او دروغ. دروغ چیست؟ دروغ هر آن چیزی که زید قانون عقل میبره، زید قانون شرع میبره، زید قانون طبیعت میبره و دروغه. من اگر از یک آدم گوه که شیر سیاه هم مد میخنده، هم عقل خدی شیر سفید میشه، هم شریعت خدی، هم طبیعت خدی. یکم بردیده که شیر سیاه باشه. هر چیزی که عزیزو همون قانون عقل، قانون طبیعت، قانون شریعت او را قبول نمیکنه و دروغه. برای همین حضرت فرمودن که الکذیب لا امتی یا الکذاب لا امتی، دروغگو امتی من نیستن. کدام دروغگو؟ همون دروغگویی که هر وقت نیت و اقرار و نفسشون تصدیق میکنه که دروغ میگن. یا آدم میگه من ساعت 12 میبیام، نیتش درسته، اقرارش درسته، نفسش درسته و دروغ نمیگه، اما 12 یک دمه بیه و دروغگو نیست، بیچاره همین وقت شده و نیت کرد که من فردا همون ساعت میبیام، لیکن بین چند کاری دیگه مانع شد و یا دروغگو نگوی شما. یا ما وعده خلاف گفتن نمیتونیم. هزار آدم میگه من ساعت 12 میبینم نمیتونه. همون کسی میدونه که فردا نمیتونه اومده وعده میتیه، نمیتونه، نه در نفسش همین، نه در نیتش، نه در کارش. هر کسی را در نیتش وعده دادگیش راست باشه، هر کسی که اقرار کردگیش راست باشه، نفسی کردگیش راست باشه، یکی پگه جانش برآمد با دروغگو میگیم، یا پگه یا واقعی برآمد که نشد. سه چیز جمع میشوه، نیت و اقرار و نفس. همین سه چیز که باشه شما او را سرزنش نکنی. یک آدم میگه پگم میبیامو، نه نفسش قطعی همون را میسنجه، نه اقرارش قطعی، نه نیتش قطعی. همین هوایی میگه انا همینا دروغگوام. امروز ما رسیدیم درباره اخلاقیات اسلامی. شکست انسان در سه چیز بوده. پیغمبر خدا انسان شکست در چند چیز دانستیان؟ در سه چیز. یکم لقلقه، قبقبه، ذبذبه. حضرت پرسیدن که لقلق چیه؟ گو زبان. یکم شکست آدم در چی بوده؟ زبان. میگن کوی قلقلق نکه. همین زبان انسان سری آدم میخره. زبان آدم جهنم میبره. زبان آدم رسوا میکنه. زبان آدم دشمن آدمه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که احفظوا لسانکم، زباناتون احتیاط شوید. فقط پیش ای خطبه هاش حضرت میگه که زبانات رو احتیاط شوید. سه چیز شکست انسان بوده. یکم زبان. ای زبان احتیاط شدن در کار عزیزان. من یک کلمه آدم زنش میگه یا طلاق خود کردم، شوخی کردم، طلاق میشه یا نه؟ در حال میشه. زبان شوخی نداره. زبان این همون زبانچه کمونه. من از اگر در دست ما و شما یک دانه از همون مقصد یارقای آتش فشانی باشه، همون زبانچه‌اش دست بر یا در میگیره. وای زبان همون سخن همون پرید دیگه. تو به زوره میکنی، زوره نمیکنی، وای همون میلش رفت دیگه، همون تیر وای برقرار کرده نمیشه دیگه. عمری ما، زندگی ما، حیات ما، زبان ما، این همون زبانه که همون آتش فشانی همون یارقه، همین در گرفتی. من همین حاضر همین جدا هر کس یا سبحان الله گفت همون در گرفته رفته سه بالا. اگر یک بی معنی گفت همین. یکم لقلقه، زبان احتیاط شوید. زبان بسیار احتیاط شدن در کاره. دویم قبقبه. قبقب چی بوده؟ حضرت پرسیدن گفت البته شکم. سه چیز آدم رسوا میکرده. یکم زبان، دویم چیز شکم. اینمی برای انمی شکم آدم رسوا میکنه. فقط دعا کردن در کاره که خدا همین مواد قناعته، همین زندانه ایروی شکم هم بسیارش، همین فکر کرده استی ایروی همین شکم های. من این خرم، من این مانم، من این کنم، زنم این خره و زنم این پوشه، کودکم این خره و کودکم این کنه. همین مسئله سبب میشه و عزیزا که ما چی میشیم؟ جهنم میریم ایروی شکممون.
هیچ کس ای گرسنگی از دنیا نمیگذره، لیکن افسوس که قناعت نداریم. حضرت رومی هم آورده است که با داده قناعت کن و با داد بیزی. همین خدا دادگی در قناعت که زندگی که در اوج تکلف مشو آزاد بیزی. و چیخت در زیر بلافت برده میتی خیلی همین روز نشد پگه میشه انشالله خیلی این هفته نشد هفته دیگه میشه زیغ نشوه. برای انا امین میگه زیر تکلیف نرو، کلفت و عذاب در نرو. انسان ها برای دنیای دو روزه میروان گرین فروشی میکنن 10-15 سال عمرشون در زندان های نخواه کمی زندگی باشه. برای زندگی دو روزش رفته دزدی میکنن 5 سال 3 سال در زندان میروه. خیلی این سال نشد آیند میشوه. قناعت یاد گرفتن در کاره. قناعت. دویم قبقبهو چی بوده؟ شکم. برای شکم تو زیغ نشوه. چیزی را که خدا اگر در ما تقدیر کرده باشه او را هیچ که خورده نمیتونه. قسم به خدا کسی را که خدا تقدیر کرده است که هر چیزی را که معده ما میدره هیچ کسایی ما گرفته نمیتونه. اگر تقدیر کردگی نباشه کو ما اگر رنگ تورتانکو در 10 دیوال تار مونیم کو هیچ مدریخ ما نمیغلطه. بعضی انسان ها رنگی تورتانکن در 10 جا دام موندگیان تورتانک بارین اما یک موده یک دونه پشه میغلطه. وای خدمت رزقه برای شکم شده هیچ مال جهنم نرویم، هم زن هم مرد. حتی که حدیث صحیح بوده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که شب معراج زنهای را دیدم که زباناشون یک گز از دهن بیرون کردن 60 سانتی متر. بعد از او جبرائیل پرسید این کدام زنهای خیلی در عذابن؟ گوین همون زنهای هستن که شوهراشون همون قوه و قدرت کار نداشتن مجبور کردن که همین را میکنی. به خاطر همون زن و کودک شد همین بیچاره برای شکم هموش حرام درفت. تکلیفی مالای اتاق میگن زوری شونه میرسیده اینو دست زدن کرتان میکنی اینو میکنی چیزم کردی اونم کردی اینم کردی. رسول اکرم فرمودن شب معراج دیدم در دارها ای زباناشون کشالن. این کیانیو؟ گو همون شوهر نمیرسیدگی زورش اینو مجبور کردن اینو حرام درفتن. با ولی شما باور کنید بسیاری یعنی زندانی های نشه فروش ایره میزنه گودکاشون من این کنم نفس و شهوتاشون قدی حیف شد عمرشون. قبقبه شکم رو احتیاط چه بگو. 3 چیز این شکست هر یک انسان در اخلاقیات بینه. یکم زبانش، دویم شکمش، سوم ذبذبه شهوت. این کیفرانی و کیف و صفا این شهوت های ای شریعت بیرون حرامه و به شهوت زندگی نیست. شهوت چیه؟ کشیش بیزن زندگی نیست. زنی خود حلاله. به خوردن زندگی نیست، به نوشیدن زندگی نیست. بعضی حالاتش ایرام که میبروخه. بعضی حالات های چی میبرو؟ ایرام که میبرو. همی شهوت بوده است. همی کشیش های بیمعنی آدم رسمو میکردیم. همون جنت موندگی حضرت آدم خدا میگه همین درخت نزدیک نمیشه شهوت بین. همون نعمت موندگی اومده با هم درخت چقه میشه. بسیاری چیو را پروردگار مدمن کرده اومده چقه میشه. برای همین شهوت 3 چیز آدم رسوا میکرده. یکم زبانش، دویم شکمش، سوم کیف و صفاش. 3 چیز. اما بزرگان من میگفتن ارواحشون دارم که مستی و پستی. همین مستیش چیه؟ شهوت. طبق برنامه هامون روزهای جمعه ما درباره اخلاق اسلامی صحبت میکردیم و تربیت اسلامی پروردگار رو از همون بحر علم اگر ذره از ذره هاش باشه برای ما هدایت توفیق ده. موسی علیه السلام که علم لدونی داشت و موسی گفتی که موسی من برایت علمی هیچ ندادم مگر اندکه، یعنی که در پیش قدرت تو علم تو دانایی تو او قدرت هایی که تو آفریدی علم ما ذره هم از ذره هاش نیست. لیکن پروردگار اندکم که باشه میگیم همین برای ما سبب هدایت گردان، سبب توفیق گردان. زیرا که روز قیامت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن همه چیز ثوابش تمام شوی داشته مگر ثواب علم. ثواب علم تمام شوی نداشته. کسی که اگر علم آموخته ثوابش تمام شوی نداشته. ثواب نماز تمام شده،
ثواب روزه تماشوی داشته، جمع شدن یک خاتمه داشته، ثواب علم خاتمه نداشته است. برای همین مسجدها باید مرکز علم باشند. با وجودی که عبادت میکنن، هر یک مسجد بیا باید یک چیز از همجا یاد گرفته روا. اساسی مسجد همین باید باشه. مسجد اساسی مقصدش این علمه. باید همینجا آمده یک علم حلاله یا حرامه، یک علم باید یاد گرفته روا. تمام بزرگای ما و دانشمندای ما از مسجد برآمدن. وقتی که میخوانیم در علم که با زبان یونانی و با زبان لاتینی و با زبان یونانی و با زبان لاتینی، اما خصوصا مکتب های یونانی اولین مراتبه از همین برچک، از همین گوشه ها سر شده بوده. این همیخه جمعیت به جمعیت، جمعیت به جمعیت، همیخه 5 کس 10 کس، همین تا اساس صرفه ساختیان، صرفه های کلان، همون تا میماخانه ساختیان، همون تا اساس حجره ها ساختیان، اساس به دانشگاه رفته رسیده. یعنی معلوم بوده است که علم این همین جمعیت سر شده بوده، این همین خیلی جا سر شده بوده است. حتی که زمان مولانای رومی در همین بلخ، حضرت در همین باغش هر تگ یک درخت چنارش ده حضرت یک صرفه داشته. مقصد علم ریاضی را الوحیده درس میداده، هندسه‌اش الوحیده، حدیث الوحیده، شعر الوحیده، تاریخ الوحیده، همین تا گروه در باغش همین صرفه‌اش درس میداده. یعنی معلوم بوده است که همین درس و علم همش ای مسجد هم خیلی جای جمعیتی برآمده بوده و امروز با او درجه های دانشگاه بین المللی و با همون دانشگاه سر شد. همین دانشگاه دیوبند اساسا از تگ یک توت سر شده. مدرسه های عظیم دنیا که در دیوبند میگن که شیخ های هند میگن، امروز که در دنیا با قوت ترین محدثا در هندن، با قوت ترین علما که بحر العلوم شون میگن، یعنی بحر علم، همون از همون فکر کنی، همین علامه لکنوی و امینات قصه میکنن، همین یکی از شیخ‌های بزرگ با نام گنگوری از تگ یک توت سر کرده درسه. ای تگ همین توت همین مدرسه ساخته شد، همین مدرسه بنیاد شد، همین مدرسه های عظیم دنیا شد. حتی بزرگا رفتن گفتن جینا هم درس میخونن، هزار شیخ‌های حدیث برآمدن. از چی؟ ای تگ یک درخت سبب شد که روز همین مدرسه سبب شد و همون جانورای وحشی انگلیس همجا سر کردن. از تگ توت سر شد. هیچ محل این نغزانین برادرها، نامش را در کار نیست. از این منبر هزارها رمیده درخت در اومد، از این منبر هزارها درنده آدم شد، از این منبر هزارها رهزن درخت در اومد. یعنی معلوم بود است که این منبر ضرر نداشته یوخی. برای همین این یک درس و یک مرکز علمی، یک حدیث هم باشه، یک آیت هم باشه، همین یاد گیره، تعلیم گیره. یگان چیز رنگ تعلیم علم چیزی بزرگ نیست.